با عرض ادب و احترام خدمت هموطنای عزیز من سلام عرض میکنم. امیدوارستم صحت و سلامت باشین. وطندارای عزیز، نازنینا، خانمای گرامی، من دمی 2-3 روز یک شاعر شنیدم که گویا که ما مردیم. بسیار ما متاثر دایی هستم که چرا مرا گفتن ما فوت کردیم. ما به او مرگ از ماست، ما از مرگ هستیم، بالاخره ما میمرم. اما همی که دمی حالتی که وطن در چی حال است، مردم در چی زجر و ظلم زندگی میکنن و شما مخصوصا از فامیلای ما که دور و نزدیک زنگ میزدن، اکثرش علاقمندای صدای ما بودن، گریه میکردن، مرد و زن. امی دمی که حالتی که مردم در چی حال است که همیشه گریان هستن. اما گونگک های خانمای ما و از جوانای ما همیشه نم داره تر است با گریش. شما دمی وقت چرا ملت مردم بیچاره را شما آزار میتین؟ کی کار کرده؟ بسیار ازش آزرده هستم. چیز نمیگم. بسیار کسی که بر من زنگ میزد میگو بدوا اینا میکرد، من میگفتم من با بدوا نمیکنمش، من امور دوست دارم. امی که تو نمیخوایی که من باشم به این دنیا، او رضای پروردگار است. من چی کده میتونم؟ من تا که زنده هستم وطندار عزیز من، تا که خون برگای من جریان داره، من خدمتگزار عاشقانه و صادقانه تان هستم. برای شما همیشه خدمت میکنم. من فعلا صحت دارم، جور هستم، به خانه خود هستم. دوستتان دارم، همه تانه دوست دارم تانه. آرام باشین، به پناه خداوند باشین، سرفراز باشین. به خدا سپردیمتان. السلام علیکم. محوش. شنیدم که از اینجا سفر میکنی، شنیدم که از اینجا سفر میکنی، تو آهنگ شهر دگر میکنی. با پاس صفای سرشکم بیا، با پاس صفای سرشکم بیا، از سفر کن برای خدا.